عزیزای خدا، دوستای خدا یک جمله دارند درباره زنا کردن. میگن اگر انسانهای زناکار تمامی بحرهای دنیا را آب شده بدنشو بریزی، اونها از جنابت پاکیزه نمیشوند. فقط اونها را توبه کردن پاکیزه میکنن. اگر تمامی بحرها آبهای دنیا را در سر یک انسان زناگر بریزی، دوستای خدا میگن که اون انسان از جنابت پاکیزه نمیشه. ببین برادر عزیز، خیلی یعنی کاری بدی هست. ایمان خطری چی هست؟ به ایمان از دنیا رفت. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که من زن از اون نیبی، تن هر شخصیتی که زنا کرد حتما در اهل او انسان زنا کرده میشود. برادر عزیز بزرگوار، شخصیتی که امروز به یک دختر نامحرم رفت و آمد داری، چی به تلفن باشه، چی به دیگر باشه، ایره عمیق بودن که حتما در اهل بیت تو هم این چنین میکنن، فرزند تا میکنن، خواهر تا میکنن، دختر تا این چنین میکنن. این حقیقی واقعی است.